ساعت 7:20 است و من ساعت 8 کلاس دارم. پس به این سری آماده شیم. اگه فکر کردین من همیشه وسط حال میشینم آرایش میکنم، سخت‌تر اشتباهی. تمام نفس آرایش ضروری رو ریختم تو این که بیام اینجا بشینم براتون آرایش کنم. از اونجایی که آفتاب همین الان هم داره کوره کورمون میکنه، پس ضد آفتاب زیاد، خیلی زیاد. از هفته دیگه که تحویل پروژه‌مون شروع میشه دیگه این کانون که بشینه اینجا و شیطان پیتان کنه دیگه وجود نداره. همانقدر ترکیده میرم دانشگاه. باید بگم که رشته من معماریه و خب بچه هنر قربونتون برم. برخلاف بقیه رشته های هنری تا قبل از روزهای تحویل پروژه، یعنی تا قبل از اون هفته آخر ددلاین، همه چی خیلی شیطانه، همه چی خیلی با کلاسه و همه اینجوریان که کاش ما هم میرفتیم هنر. ولی وقتی به هفته آخر جوشمانا یا هفته آخر تحویل پروژه میرسه، نه، هیچ کسی این حرفا نمیزنه. هر کسی به اون لول توی هفته های آخر ددلاین و تحویل پروژه میرسه حداقل یک بار به ترک تحصیل فکر کرده. البته برای بچه‌هایی که رشته معماری از هنرستان خوندن که اونا دیگه همیشه به ترک تحصیل فکر کردن. همیشه مخصوصا دختراشون به این فکر کردن که بریم شوهر کنیم و دیگه ادامه تحصیل ندیم. البته وقتی که تحویل پروژه تموم میشه دیگه داستان اینجا کاملا عوض میشه. اون دانشجویی که تحویل پروژه‌ش رو انجام داده و نمره نهایی رو گرفته، اون دیگه خدارم بنده نیست. اگه شما هم تو رشته هنری هستین که قطعا با من هم نظرین و یا اگه کسی رو دارین که رشته هنری داره میخونه، پس همه اینا رو به چشم دیدین. تجربه‌تون رو کامنت کنین.